پیشین تا بعد نماز جمعه بخون. نماز جمعه را دستوری کنن کنی برو. اونجا هیچ نیام نیست. اونجا اجازه نمیتن. آدمایی که در بیرون هستن اونها درون برن. یا آدمایی که در درون هستن بیرون برن. این هیچ نیام میشه برو. ولی بعضی فتوا میتن منو بدون ما ابجو فتوا میتن. او در مذهب ابو حنیفه رحمه الله تعالی ایسه که از بالا باشی نماز جمعه جایزه. یکی شرط و شروطی اونجا. کدام حالت جایز میشه؟ اگر اجازت هست، اجازت ندادن برادرو، حتی مثل من همین روسیه نماز اگر من کردن نماز همین چیزی دولت مسلمان نیست و همین ارزیت همین چیز از ما ساقط میشه. به سبب چی؟ به سبب نبودن اذن آمد. من تاجیکستان در وطنی که ما و شما زندگی میکنیم اذن آم وجود نداره. تا 18 ساله حق معجد روی نداره. حضرت یا سوال همین آدمی که شیر به خدا میارن در حق دعا کردن ممکنه دعای خیر نفهمیدم. آدمی که شیر به خدا میارن در حق دعای خیر کردن ممکنه همین زنده بودن او یعنی دعا که از الله که الله بخشش یکی وقتی مرد رفت دعا کردن حرام کورس کردن انگلیسی کورس کردن نگاهش نکنشیم اسلام برادرها یک چی بگم وقتی که نامشون را همون خود پیشین شما فرد نیست این اون فتوای برادرهای عرض آمده که باید نمون بسیاری فتوای اجازت نمیتونه من کوشش کنیم برادرها چیزی که فرضه هم فرض بخون چیزی که فرض نیست برای همون چیز اسلام دینی نیست یا پیش چیزی که بگم کامل نمیکنه الله گفته رسولش گفته اصحابش گفته توبین داره رو بیان کردن روشانتر اما تام دیگر چی جوی بحث هیچ کسی که همین یک حدیث میگم یک حدیث رسول الله عایشه مادر ما روایت میکنه از همون جهت عقیده اسلامی برای شما بیان است میگه که آن چیزی که از دین ما نیست اون چیزی که از دین ما نیست اون مردود است. مردود معنای چی؟ رد کرده میشه. از دین ما بودن چی رو میگم براتون؟ قرآن، سنت و اجماع. اجماع این اهل علمایی که آنها خوبتر و بهتر قرآن و سنت را بفهمند. اصحاب گرامی را موضوع زندگیش بفهمند. آنها حق دارند که در اسلام بفهمند. یا سوره حجرات هم میگذاریم ولی بعضی برادران رو میگم شاید نمیفهمند و شاید چیز خداوند تبارک و تعالی میگه که از باید الله یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله فاتقوا الله ان الله سمیع علیم. ای کسانی که ایمان آوردید پیش دست خدا و پیامبر نکنید قانون یک کنید اما بعد همین بینید فتقوا هم است که حسایند نشان میده در قرآن از شما بی‌ترسید پیش از اینی که از قانون خدا یا رسول یک قانون دیگه بگذارید. اینجا نیدا به اهل کفر نیست برادرها، نیدا به اهل ایمان است. اهل ایمان شما بدونید که یعنی شما لا اله الا الله محمد رسول الله میگه اهل ایمان هستید. باید به شما بشارت بده که نیدا میکنه که اگر شما اهل ایمان هستید پیش دست خدا و پیامبر نکنید. هیچ یکی ما امروز من تاجیک خودمون 4 تا تنش بوی شیر میده سبحان الله اگر یک شپلو کشده نمیشش میروه من رکه ادام قانون کفری کریستوف نمیر از سرد منو قانون زندارش همی کارا میکنه با فکر نکرد که زنش طلاق شد نه یک بار فکر نکردم او انسان که زنش طلاق شد برای او شرط نیست برادر تو از زبان خود طلاق براری تو اعتقادان یک چیز باطلی که اسلام رو باطل کرده از اعتقادان میری تو کافر میشی این بار شوخی نمانده اسلام با یک خیلی چیکار هست اینو نامشانه بکن خودتون بفهمید قانونهای اصلی خود ساخته شخصی خود رو از قانون الله اگر همون عقیده و یک خانه تهاوی رحمه الله تعالی بسیار عقیده خوب است در اما عقیده یک سخنی بهتر میگه هر کسی که هر قانونی را از قانون الله بالا داند او از ما نیست یعنی اسلام ندارد او مسلمان نیست
گر جای بحث اینه خود همین صاحب مؤلف همین کتاب خیره مذهب ابو حنیفه رحمه الله تعالی هم ما از مذهب ابو حنیفه گپ میزنیم یا چرا ابو حنیفه رحمه الله تعالی در زمان همون خلافت پیشنهاد قاضیات شد قبول نکرد چرا؟ به خاطر که در جایی که عصیان خالق است در جایی که عصیان خالق اطاعت مخلوق حرام است ابو حنیفه ایره میدونه هر چیزی که از پیش خود بیان میکنه پادشاه هست سروزیرش هست قاضی فریاد میکنه میگه با منفیت من حکم پیره قتل ایره ایتا کو عالم شخصی داننده که خداوند در قرآن میگه که از الله کی میترسه؟ عالم ها میترسن وقتی که عالم به این چیز اطاعت شد او عالم نیست او عالم از ترس میگه من از ترس الله زندان به کلا میگیرم مرگ به کلا میگیرم اما میگه عصیان خالق به کلا نمیگیرم مسلمان باید هم خیلی شود عقیده درست ما و شما مسلمان ها همین از برادران ولی مسلمان است میگه بپرسیش لا اله الا الله میگه میگم نماز میخونی میگه نه روز ماه شریف رمضان میبیا 20 ساز بود 11 ماه ساز بود والله ماه شریف رمضان آمد میگم مسلمانی میگه الحمدلله میگم چه روزه نمیگه کسل 11 ماه ساز بود ماه شریف رمضان آمد و کسل شد ای برادر اسلام چیزی شوخی نیست اسلام دین هستگی پاکیزه است پاکیزگی را دوست می‌دارد راست قولی را دوست می‌دارد و تو که ما از پیش میگه بی خود ما فعل خود رو دروغگویی میکنی برادر به زیان خودت میکنی به ضرر خودت میکنی به ضرر همون عائلت میکنی تو یک کاری میکنی ولی اینا بازار باید چی بود یک بازار هست لبنان دیگرش صدا آنجا بود از مردمی تاجیکان میگه من الله میگم در گوش همون برسونه که الله هدایتشون کنه از بالای همون مهاجرا با داله میگن نکی کدام در کجا دیده که مسلمان داله میگن نه با همون کردیزا میگن در اونجا تاجیکان میگن حضرت من مسلمان خودش فهم میکنه هیچ وقت یک کفی یا بدین هم یا فهم نمیکنه نه همون دوسته سامپو برادرو همون نترسه جای ترس نیست وقتی که منکر دیدید منش که برادر ایتو کلام است خورد است و مهربانی همون منکر من کنید این وظیفه هر یکی با شما نترسه اگر ترسیدی عاقبت خوب نیست نترس دعوتش کنه بفهمونید به نماز باشه برادر دعوت که نماز خون حکمش نکن لیکن دعوت که برادر نماز خونی وظیفه تاست دوم از اصول دینی ما و شما حضرت رسول الله گفتن که بنی از اسلام و علاقه بعد کلمه شهادت چی گفت و اقیم الصلاه وقت شهادت گفتی نماز بخون یا حدیث 5 حدیث صحیح یعنی ما یافتیم در کتاب های حدیث همش یخیره نه راویان حدیث اگر گناهگون باشن نیکی صحیح بودنش یک حکم داره میگه که امیرت ان اقاتل الناس حتی اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله و اقیم الصلاه من از جانب الله امر شدم میگه پیغمبر میگم در مقابلی که با اینکه نگویند لا اله الا الله محمد رسول الله من کوتاه میگم و اینکه نماز ابوبکر مقابلی قدر بدبخت جنگ کرد به خاطر چی بود؟ به خاطر که بین نماز و زکات جدا انداخت نماز میخونیم زکات نمیدیم ابوبکر گفت من با شما جنگ میکنم ولی 4 مذهب اگر قول شفاهم به شما به نماز چی بکنید اگر کم ایمان داشته باشی دیگه میترسی که یک حدیث میکن برای به نماز هم بس است میگه که من ترک صلات عصر فقط حبط عمله هر کسی که یک نماز عصر اگر قضا کنه پیش از این چی نمازی که چی خیری که چی نیکی داشت باطل شده است حمیته شده برای انسان یا دیگه حدیث ظاهری حدیث از من کافیش نمیگم یکی ظاهری حدیث از که من ترک صلات فقط کفر
کسی که ترک نماز کرد کافر میشه. یا دیگر حدیث هست که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که بین الرجل و الکفر و الشرک ترک الصلاة. بین مرد مسلمان سرحدش کفر و شرک این نماز از آنها جدا میکنه. یا دیگر حدیث های کلان حدیث ها در باره بینماز هم قدر بسیاری هستند حکیم است که انسان هم در توجه برادر و بینمازی این کاری مسلمان نیست. اگر در خانه شما زن و فرزند و اگر بینماز باشه او را راست دیگه یک زمین یکم یکونی متر کند راه بلاد خود خاک شونیش کنه. این از همه حکم آسانترین در اسلام ما و شما. اگر بینماز انسان در خانه این فرزند یا اهل و عائلت تو کتیش خواه و خیز کرده میتونی اول لحظت چشیده میتونی اول نمیتونی. اگر ناز بینی او را نماز خوان بکنی. چرا نماز خوان بکنی؟ چون که تو خودت جهنت در آمدن ناز ببینی زن تا میگه که نه تو جهنت ندارو را دعوت کم زن فرزند تا ناز ببینه بسیار دروغ میگوید میگه بچه جان یک تاک یکم که گروشکاش میبری فریبش میگیری بچه جان بیا بچه تا کلمه شهادت یاده معنا و معرفت شهادت یاده راه و رویش طلبات شهادت یاده که همون کلمه شهادت از تو چی طلب بکنه انا همون وقت برادر اهل اسلام در خانه تو برکت انا همون وقت الله از تو راضی میشه انا همون وقت تو خود دلت پاک میشه انا همون وقت تو خود تا در این دنیا آزاد حس میکنی. لیکن من والله باور کنم من از خانه میبرم عائله دارم فرزند دارم فقط در فکر ما هستم میگم که یا الله میگم الله توفیق شانته عنایت شانته که یک نماز چون قضا نشه که در این مسئولیت بگم من جوابدار باشم. یازی بسیاری همه آدم های زنداره من بسیار در نیکه ها میریم الحمدلله همه اونجا به اون برادر فریاد کرد میریم ما ملوی درباری پولاکی نیستیم فریاد کردن میریم بیزنسمن نمیکنیم یک میرم سوال شون میتونیم والله با بچه ها یاش بسیارش میگم شون که همه حیض و نفاس زن تا میدونی تو پگه زن نگیری که دو روز پس کسال شد با هم خوابه میکنیم یا اینکه وقتی که حیض میشه و حسابات نماز شد بدونی مسئولیت تو گرده میتونه این مردک در بوله زن مسئولیت داره اگر در نزد خود جواب بده میدونی که زن تو چند روز حیض دید و در چند روزش قضا کرد نمازه یا قضا نکرد یا میخونش یا نمیخونش این تو باید زن تعلیم دید که حضرت عایشه مادر من در صحیح مسلم حدیث صحیح است میگه بهترین زنها میگه زنهای انصار بودن. چرا این گفت گفت؟ به خاطر گفتی آمده از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم احکام شریعتی که متعلق وابسته به خود همون زنها و شرم و حیا نکرده آمده بپرسید که ما از چیز حق و حقوق خود آگاه شدیم. این روز زنهای ما چی؟ اگر زنک بیچاره خیلی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که با همون زن رو همخوابایی کردی نفس او را آرام کو اگر او بیچاره خیزه بیره که زنک من حالی چی نشدم و خیمرم باید او باید اون خیش همه کتی قدم داده سرش میکنه میگه خودی مردک عقل داره کو زنش پرسه او حلاله که تیه پرسش بگو زنک جان ایچی آرام شدی یا نه اگر آرام شده باشه برکت الله فکر با دعا بده خدا مقصد برای که او زنی تا او مالی تا چگونه که دوست همون میگه که من ترا دوست میدارم در دوری جواب دروغ فریبش میکنی همون خیلی همون نمازخانه یادش برادر اگر مسئولیت از حدیث صحیح است که هر یک انسانی که مسئولیت داره در نزد الله از مسئولیتش جواب میده باور کنید همین من شخصا مسئولیت داشته باشم اگر در مسئولیتم خیانت کردم من در این مسئولیت در نزد الله چی هستم جوابگرم شما هم این چینه برادر کوشش کنید برادر اهل اسلام همه من همین راست دیگه من هر روز جمعه همینجا گپ میزنیم روزهای دیگر روزها هم همینجا درس ها هستن گپ میزنیم
کوشش ما به خاطر چی از به خاطر که ما مردم تاجیک آباد شدیم. ما اون مردم نیستیم برادر، ما یک تاریخ کلان داریم. امروز ما را این انسان هایی که ما را پست حساب میکنن ما پست نیستیم. ما باور کنیم مردم کوهکنه تاریخ داریم. ما اگر همون تاریخ خود اگر حساب کنیم ما بسیار ناموسی کلان داشتیم در تاریخ. ما را اصلا فارس گفته میشناختن. یکونین فارسی که بر رسول الله ایمان آورد سلمان فارس بود. حضرت رسول الله من خیلی زرد شد در کی توش مانده گفته گه علم در سورایا باشه انا همین اولادی و قبیله تمام آنه که از پشت همین سلمان فارس میگه انا همین ها میگه. علم اگر در سورایا باشه سورای ستاره را میگه. فهمیده؟ ما فرزندان انامون سلمان فارس هستیم. سلمان فارس در خونش ترس نداشت. سلمان فارس از جهت عقل پخته بود. اگر دریاتون باشه تاریخش خونه در جنگ مدینه آمده با حضرت رسول الله مشورت میداد. مشورت سلمان حضرت رسول الله قبول میکرد. علی خندق در خندق بود. چون که آن شخص گشته بود. بین فارسا و رومها بدونید تکلیف‌های بسیار. و امروز ما شما انسان پخته باشید. علم بیاموزید. از معرفت خفا نمونید. و کبر به اتنای خودتان پرت بید. شما باید بیچاره باشید. چهل بیچاره باشید. در نزد من نه، در نزد یک کسی، در نزد الله باید بیچاره باشید. چون که ما یک نطفه هستیم بدونید. نطفه را لایق کبر در نزد خالقش نیست. چگونه میگه که اسیان خالق اطاعت مخلوق حرام است. همین نطفه انسانی لایق کبر در برابر خالق نداره. فهمیدی خالق تو بزرگ است. اینقدر دنیا را آفریده. یک بار فکر کن از کجا میپوشی که تو را رسم میده. من به خدا در یک جای این چیز احساس کرده بودم. یک من خیلی میکروفون دارم. باور کنید وقتی که من این زندانی هستم که دچکش هم میبیارم 2 روز 3 روز 1 هفته انتظار میکشی گشنه ای تو رو خود خوب نمیتیم. یکی مادر رو شب در خوابش ببیند میگه که بچه جانی من درست نه. من برام بچه هم میگه این خیلی چیز داره. اگر نمیبرد همونجا تو را میتیم وقتی که نام تا میخونن همون چیز میگه چقدر خرسان میشه. چقدر خرسان میشه که مادری من برای من این قدر کلچه آورده. این قدر حوله آورده. این قدر اوقات آورده. مردک شکر کن که الله توی شب و روز نیست بکنه. این خالق تو است که تو شب و روز نیست میتیم. نیکی در برآوردش هیچ چی نمیکنه. فقط یک چیز میگه. عبادت کن. شریک قرار ندید. عبادت کن. عبادت خودش این شکر همون نعمتی که الله برای تو میتیم. دیگه ما بنده ها چی هستیم؟ بنده چی هستیم بنده ها؟ بنده های ناشکر بنده هستیم. دیدم جواز یک مردک یک کاسه آبخود تش اگر بیا یک خوراک نمیخیزی بگوی که خدا بگیرد و همون شکر را تو بجود همچنیش میگوی خواه اینو انسان ضعیف هست میگه الله همیقدر رزق میته یک بار نمیگه. برای چی نمیگه؟ چون که گفت خداوند به پیامبرش که به امتات بگو که لا یدخل جنت اشخاص المنال و داخل جنت نمیشه شخصی که منت میکنه و شخصی که بخیلی میکنه. منت گذار و بخیل داخل جنت نمیشه. کسی که یک صدقه کرده، کسی که یک کار بعداً گویی که من کردم. یا اینکه تو را بر راه اسلام دعوت میکنن و خیر و صدقه و خدمت در راه الله تو بخیلی میکنی. این شخص داخل جنت میشن. الله اینا را هدایت کنه. الحمدلله اگه سوال داشت سوال درباره همین آمین جهری گفتن و سوره فاتحه در جماعت سودانی بلند گفتن هر دوش جایزه. هر جایزه. یا کس حقی نداره طرف
حضرت رسول الله ظاهرش جهر آمده است. ابو حنیفه رحمه الله میگه که هرچند آمین گفتن که چیز است دعا هست، دعا در خفیه افضلتر است. یکم جای گفت که نداره برادر، لیکن اکو به حد بلند گفتن در کار نیست که یک انسان دیگه در خلا رسونی. همین قدر گفتی همون آمین آمین، یعنی با آمین امام و ملائکه یک یکم جای بحث مناظره نیست. چهار مذهب اهل سنت و جماعت، مذهب ابو حنیفه رحمه الله تعالی یعنی چی میگن؟ حس میگن و دیگر مذاهب اسلامی بلند میگن. یکم جای گفتش نیست، هر چهارش درسته. خدا مولای میگه که نادرست و گوش که هم چهار مذهب درسته، میگه ها خودش مقابل خودش فاتحه میگه. نماز جمعه را حضرت اومده و یک جمعه اومده تایرو نکرد نماز جمعه را پیشین شما صحابه هم جمعه را نگیرید. خلیفه همون نماز جمعه هم پیشین هم. بله همین پیشین خونی انشاءالله همین رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که شما حرکت کردیم و سوی نماز آمده، هر چیزی که دریافت کردی همون بخونید. اگر دریافت نکرده یعنی بله بله نماز پیشین است. نماز امام نماز جمعه فایده دیگه. داره کچه امام خاطر نمیخوندیم را پیشین نمیخونیم که نماز جمعه ساخته پیشین. بوله پلاس خار پوش این همه خطوگی هست. آنامو ما مقصد خار داریم میگیم که پوشتا پوش سنت ایوخی همه اومدی برادر خونکت میدونی لا همه اسلام برای که در رسوندن در خود مسلمان جایز نیست. اما اومدی میدونی که همون پاکشیات چی هستن؟ تازه هستن، چون که خاک زمین خودش پاک کننده همون نجاست هست. تا اینجا اومدی پاک میدونی برادر هم دیدی که خونکت با هم پاکشیات نماز نشون یکم جای پاکش نیست. اسلام خودش همین را اجازه داد. من همجا فهمونده هستم که از همون حاجت خانه برام توپش همون نماز خانه تمیده همون زمین پاکننده هست. یعنی خواب همون پاکننده نبرد چونی خواب بروشد. نیت در نماز استاد فرضه نفهمید؟ نیت در نماز نیت قلبی نیت نمیشه خیلی کنیم یک مقصد فرض نیت جمعه همه نماز ما یک جمعه را در نیست نظر در ندارم. گوش بدید من یک چیز میگم یکی از فرایض نماز این خارج نماز فهمیدید؟ این فرضیت نیت است. این نیت کنه که زبان کنه نیت چون که در در مذهب ابو حنیفه واجبش میگن سنتش میدونن شاگردان و چی خاطر دیگر علما فرض میدونن که یگام عملی مسلمانی ما بدون نیت قبول نمیشه. یعنی همون حضرت رسول الله در حدیثش هم میگه که وقتی که شما طهارت کرده از همه خانه به نیت چی میگرویی؟ تمام. وقتی که طهارت کردی بود کردی لباستا پوشیدی از دروازه پشتا برو آوردی بسم الله الرحمن الرحیم به نیت چی برو آوردی؟ همون نماز تمام آمدی همین دیدی که نماز رفته ضرورت ندارم با زبان ای آخی دیگه جای ضرورش همین آمدی نماز اقتدا کردم به ایمان و با دیگستان خلمن یک رو الله اکبر برا شرده یک ساعت من رو آوردم با دیوار از دیوار با فلان ببر همین ساعت خلمن همه چیز همین اولاد چه خلق حضرت در همه نماز دوی افضل خود توفر کسی با جماعت دور سنت رو بیدار کن همین حدیث صحیح اونگه که ذکر کردن کسی واجب بدونه ذکر کردن ذکر چی اذکاری بعد واجب نیست کسی میگه که واجب بیدار کن نه برادر جان ذکر حضرت رسول الله میگه که حق نه که بعد این نماز فرضی هر کسی که ذکر کنه
وای نو بسته که نماز عصر است، نماز شام است، نماز بامداد است، بعد از نماز فرض. یعنی وقتی که بعد همین شام شد، بعد این نماز شام خاک اینجا تطبیق کارهای مقصد و کلفیت بسیار رویه میکنن، ما من کارش نمیکنه. چونکه اگر ما من کنیم خدا نهیست و من میکنه. این هم خلانوته. میگی من از نظر شریعت شما رو گفتم، از نظر مذهب ابو حنیفه رحمه الله تعالی میگم که افضلیت بعد نماز فرض ذکر کردن است. یعنی بعد سنت هم اگر دعا که ذکر کردی باقی ندارد، چونکه همین ذکر بعد نماز ذکر اختیاری است، نه فرض است نه سنت است. یعنی حضرت رسول الله وصیت کردند، یعنی فضیلت نیکو دادن برای این ذکرها. اینه که علمای همین مذهب ابو حنیفه تمام فتواش ما دیدم، تمام فتواش دیدم، میگن که اگر همین دست جمعی بعد از نماز اگر کسی که فرض یا سنت یا لازم دونه او بدعت کار است. فهمیده؟ بدعت که شد برادر تو گمراه هستی، گمراه که شدی عاقبت تو میدونی کجا؟ جهنم. توبه وجود رفیادن برادر رنگ من همین نماز همین سببش کفرش همیشه بین مردم نه فرمان زمین من در یوتیوب در این برنامه گاوزده بودم یا بر حدیثوش آوردم اونجا هست ببینه در دوره همین چیز برادر کسی که رفیادن میکنه ماشاءالله کسی که رفیادن میکنه کسی که نمیکنه باید ماشاءالله. برادر عبدالله ابن عمر رضی الله عنه در صحیح بخاری اگر بعضی همون کورکورانه میخونن میگن منسوخه، با من 4 حدیث دیگهش میرم که اونها منسوخ نیستن، نشانش میدید در صحیح مسلم نشانش سنت مؤکد نیست. یعنی بینه یعنی آن چیزی که بین اصحاب من از جهت اصول شما میگم بین اصحاب یعنی در بابت ترک عمل روایت آمده باشه او سنت مؤکده نمیشه. مثال عبدالله ابن عمر میگه که ما با حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز خواندم در 3 حالت رفع یدین میگم. فهمیدید؟ رفع یدین معناش چی است؟ یعنی برداشتن دست، یعنی به حد شانه ها. و در مذهب ابو حنیفه رفع یدین پیش از تکبیر و تحریم 1 مرتبه تا پیش گوش است. یعنی خیلی برداشتن در گوش رساندن نیست، به حد گوش است. یعنی که قاعده همون رفع یدین کردن و رفع یدین 1 بار کردن هم به طبق مذهب ابو حنیفه معنی خیلی کردن در کار نیست. قاعده حضرت رسول الله به حد شانه هاش دست شبه برداشت، الله اکبر گفتی دستانم خیلی این خیلی نکو چی با امیرم لوی ما میگن که نرمه گوشت باید فایده ابو حنیفه باشن. ابو حنیفه رحمه الله نگفته که در گوش رسول، ابو حنیفه رحمه الله گفته که تا بر گوش حالت احتیاط چون که حدیث ظاهرش است که یعنی تا حضرت رسول الله تا بر گوش چیکار میکرد؟ میبرداشت دستش. این حدیث در صحیح مسلم اومده است. لیکن گوش رساندن مرخب بسیار شه اعتبار کلان میتین دستای من ایخه میکنن، این نادرست است. حضرت رسول الله همه وقت کفی دست طرف قبله بود. و همین خاطر برادر بین رفع یدین این بحث جدالی هم نیست، دشمنی هم نیست. رسول الله کرده برادر کنو. حضرت رسول الله گفت که من احیا سنتی فقد احبنی، من احبنی کان معی فی جنت. کسی که از سنتی من زنده میگردونه او مرا دوست میدونه. ای دوستی من میکنه او کارا. هر کسی که مرا دوست داشت او همسایه من است در جنت. یکم زیدی رفع یدین یکم گفت زیادی گفتن در کار نیست. کسی که نکرد کسی که نکرد برادر او هم یکم گفت زیادی گپ نزنه. این کار امام نووی رحمه الله در شرح بله اما خیلی آدمای بدیم چی میگن؟ متعصب. معنی متعصب بدونید یکرو، یعنی انسان ها اصلا یکروان، اصلا علم هم ندارن و فهمیش چیز هم ندارن، بعد یک برادر به یک چیز باید درک کنن. برای ما این مهم نیست، برای من مهم دیگر چیز است برادر. برای من مهم که برادرای ما عقیدهش صحیح. حضرت رسول الله نگفته است که فقط را از رفع یدین میپرسند در قیامت یا نه. حضرت رسول الله گفت که را از عقیده صحیح. رفع یدین این برای دوست داشتن رسول الله است. رسول الله را دوست داشتی رفع یدین کن.
صحابه را میتوانی کرده به خاطر رسول الله را دوست میداری میکنی. اگر نکردین که معنای نداره که رسول الله دوست نداری. همین عبدالله ابن عمر کی بشناسنشون بیشتری مردم بشناسن که فرزند دیون خلیفه بود. بهترین جوانی که در زمان رسول الله و بعد رسول الله عبدالله ابن عمر بود. به خاطر چی؟ میگه به خاطر چی؟ هر جایی که یک سنت میفت عملش میکنه. اگر رسول الله از اشتر فرآمده است نماز خوانده است عبدالله ابن عمر میرفت در اون نماز. عبدالله ابن عمر اگر دید که رسول الله رفع یدین کرد عبدالله ابن عمر رفع یدین. این چی را نشان میده برادران؟ این دوستداریش نشان میده. این دشمنی نیست. این گپای دروغ هم نیست. سلفی وهابی ما در اسلام نداریم خیلی چی. این گپ دشمن هستیم برادر. ما هممون به مثل یک ساختمان هستیم. حدیث هست عمل کردی دوستت میدارم برادر. یکم جای بحث مناظره یکم همین خود امام اعظم رحمت الله علیه یکم گپ همین قدر درباره همین مسئله ها نبوده است. گپ خوب میگه که مهمترین ما این نیست، مهمترین ما این است که آزاد زندگی ما دوست میداریم یک دیگه ما را باید آزاد باشیم. ولی همون آدمایی که هم خیلی گپا میگن رو سبحان الله والله بگوش بیا رفتن یک کاری مهم اسلامی هست رو باز در خفا میگیره. من همون آدمو خفا میگیره. نگن همون رفع یدین میکنه میگوش برادر تیار هستی امروز که من بری والله میگه اطیع الله و اطیع رسول است. اطاعت الله و پیامبرش میکنه. من هم با بیشتر دوست برای چی؟ برای که اونها کوشششون زحمتشون برای رضایت الله. الله از همه شما راضی باشه برادران. حضرت این برادرم چی سوال داشته برادر صاحب علم میشنم محکم باشه محکم باشه چون یکی در آمده بعد دو سنه زنی به هم من کانال ندارم بردار لیکن من اونجا می‌فرستم عبدالرحمن نوشته گم شاگردات درکی از اون نوشته بعد درباره امیر رفع یدین برادرها حدیث‌های صحیح ما در یوتیوب رونی کردم. یعنی چند حدیثی که درباره رفع یدین بود و چند حدیثی که رفع یدین نکردن ضبط کردم روی کردم و یکم بین صحابه حتی عمر رضی الله عنه میگه که ما با حضرت رسول الله نماز خونده او رفع یدین نکرده که مقابل بچه‌اش گام بچه‌اش عقیده داشت که من با پیغمبر خدا رفع یدین کردم اما پدرش نگفت که نکنی این معصوم اما با فرزند چه دوست می‌داشت. از کجا دوست داری فرزند چه فهمید و من شخصا می‌دونم. یک حدیث خواندم در صحیح مسلم برادران اون کتاب خواندم گرفته ولی میخونم اما حدیث ان شاء الله میبیاتون وقتی که درباره یک درخت صحبت میرن حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که مسلمان به مانند یک درختی است. حضرت عمر و دیگر ابوبکر صدیق و دیگر صحابه های کرام شیشتند اونجا میگه یک درختی هست که همون مسلمان مثل همون چی است همون درخت است. عبدالله ابن عمر در پنجشون شیشتگی میگه شاید میگه همون درخت خرما باشه اما خاموش است. میگه از جهتی که عمر بین احترام و حرمت عبدالله نسبت پدر و دیگر میگه حضرت عمر و ابوبکر و دیگر صحابه ها که خاموشی را اختیار کردن من میگه ایزا کشیدم میگه که خیزون گپ زنم که همین درخت خرما. بعد که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم آخر در خودشون میگن که این درخت خرما است. میگن برای چی رسول الله مسلمان را به درخت خرما شبیه کرد مانند کرد؟ برای چی مانند کرد شبیه کرد؟ یعنی درخت خرما چی است؟ باید دیگر میوه پیوست شونده دارد برگاش نمیریزد. ما مسلمان بدنم خود وقتی که همین گفت گفت به سینی پدرش گفت که یا پدر گفت من گمان کردم که همین درخت خرما است. بگو چرا نگفتیم؟ گفت از جهت احترام و حرمت شما نگفتیم. گفت میگفتی بهتر بود.
او اما زیرکی عبدالله من بسیار بچه هستن مسجد امین رنگ عبدالله ابن عمر هستن عملش دوست میدارن میکوان سنت رسول الله میکوان در جای یک سنت یابیم برای شخصیت خودم عمل کنم و رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست دارم خیلی انسان ها هستن برادرو و شما من اکثر شما نمیشناسم که من پرسیدگی من برای شما بگم که هر جایی که یک سنت یافته سنت عملی حکم نکن لیکن عمل کن برای خودت عمل کن نزدیک شو به همون چون که در چیزهای احکامی هست چیزهای احکامی چقدر نرسید او کارهایی که حدیث ها به احکام میرن برادرها و حکم کاری مجتهد ها و کاری اجتهاد هست و کاری علمایی که خوب سرفهم بیرن کاری اونها یک کاری شما چی هست هر سنتی که یافتی عملش کسی گپ میزنه اون مقابلی تو گپ نمیزنه برادر اون مقابلی رسول الله گپ میزنه اگر فکر کنه ما برای سیاه برامو آدمای ما در ازبکستان هم یک تشنه میگه که مشورا نرسونه بعد همه میگه مشورا میرسونه برای که اگر گپ نزنن این اومالی برای یک تشنه مالش همش هم میگه در ما برادر در ترکستان ما این سیتواسیا گفتید بسیار خوب میدونم چون که اصلی بیشتر 80% در مسجدی که ملاها میستن اونها قدر این خوب ندارن لیکن در اون بالاش هم بودگن و حق تو میدونیم رئیس جماعت بیام خطیب من در یک جا یک راست دیگه یک کار دیده بودم راست دیگه دلم سخت مونده بود من گفتم که همین صدقه فیتر کنه هر یک شخص روش آزاد است برای برادرها در همون کسی که شریعت اجازه داده است همون وقت ملا در جمع نکنه صدقه فیتر کشته ملا نیست او صاحب داره فقیر داره مسکین داره کمبغلا هستن که او باید گیرند اگه همه میبرن والله باور کنید در یک مسجد نمیم زیاده از چند پول صدقه فیتر جمع شد یک ملا دادن ملا گفتن یک دعا بوده رئیس هم گفتی اما کم رئیس ما علا برداد یک دعا داد و گفتم که برادر که کمبغلی که در بیرون محتاج همی صدقه فیتر هستن این حکمش چی میشه بعد همون جمعن راست سیگه گفتم اگر تاده بکتی در همینجا ملا هستی گفتم من در این مسجد نماز نمیخونم انسانی که میدونه که همون انسان همون خلاص بو میری هر پسش اقتدا میکنی تا هم مثل همون هستی همین اسلام حق و باطل داره حق و باطل جدا کنی برادر امروز ما مردم من بسیار میبینم محتاج بسیار داریم همین ماه ماه شریف رمضان ان شاء الله بعد ماه رجب اینا ماه شعبان بعد ماه شریف رمضان میاد این وصیت اسلامی رو برای شما میگم برادرها همون صدقه فیتری که شما از خودتون از فرزندتون از اهل و عائلتون میته برادرها خوبش برای در یک کمبغل اما همسایه کمبغل است میدونی کمبغل است مربوطش بو که نرا یک نیچارد میگیره یک چیز میگیره در خون دعا کن بهترین عمل شما علمین است اینه که در کشتی همون درباریان جمع شد حضرت از بالای نسکی ماست داشتن جایز نمید نسکی چکلی؟ مثلا نسکی هایی که ما هم پیش هم میدیم من جایز نمیگم من جایز نمیگم این خوب از این بحث اگر من جایز بدونستم از بالای نسکی محسی نمیگم یک که علمایی که ظاهر فرقا میتیان با اونها مراجعت کنید حضرت اونا یکم فتوای دادن با فتوای چون جمعه فوا ندارم این فتوا دادن نکاح به ولی جایز اگر به خواهر من نکنم اون دیگه نماز حضرت نکاح به ولی جایزه در مذهب ابو حنیفه رحمه الله تعالی نکاح به ولی به شخصی که به بلوغت رسیده باشه جایز است این دلیل مذهب ابو حنیفه چیه آیت سوره بقره 230 و سه مذهبی که دیگر هستن اونها مطلق جایز نمیدن یعنی حدیث عایشه مادر را میگیرن و دیگر حدیث هایی که هستن که اجازت نمیتن دهیم لیکن از نظر عمومی اگر گیریم از نظر ما خودم در پیره مذهب ابو حنیفه لیکن اگر پیش من یک انسان بیارن یک انسان راست دیگر بیارن یا که نکاحش بکنی اگر ولیش راضی نباشه من نکاحش نمیکنم
حضرت برای که این مسئله چی است؟ لیکن مذهب ابو حنیفه رحمه الله تعالی با چه شرط اجازت میده؟ با شرطی که کوف داشته باشم. همین حاضی کوف. باز بسیاری ما راستیگه برای نفس خالی کردن، برای عاشقی. من بسیار شدید که بچه جوان میبین روزی نکاح میکنن میگن در مذهب ابو حنیفه جایز است کو. پدرش خبر نداره، مادرش خبر نداره. میبین خیلی معلوم. از نظر امامای مقصد مذهب ابو حنیفه نکاح تو درست است. میبره گاستینچه 3 روز خانه داریش میکنه 4 روز میگه که جواب شده. او بیچاره عاقبتش چی بشه؟ وقتی که ما نکاح به نظر خش پدر و مادر کنیم این افضل‌تر میشه. در اون واضح شما میدونید که در تاجیکستان چقدر دختر یاش بیراه شده. همین میدونید. من والله الان 8 سال پیش از مفتیات همون تاجیکستان فهمیده بودم. پیش این مکرون دیگه بود. من یک قریب زیاده والله الان نمیدونم 8 یا 8 و نیم دختری یاش از 15 16 17 18 ساله در قید مقصد حکومت گرفته شده. خصوصا با میدونم از ولایت شهر ترسمزاده، شهر نو، بسیارتر قرغان در قید گرفته شده که با کارهای شهوانی در منطقه های دوشنبه خصوصا با خارجی ها رفت آمد بود. اگه حکومت چی میگه؟ حکومت میگه بچه عدیم تا قلعه بود. بله. در خداوند همه شما راضی باشه برادرو. نبا درباره انشاءالله دعا میکنیم. برادر میگه درباره عقیده کمی صحبت کنیم انشاءالله صحبت میکنیم. درباره موضوع عقیده است. یعنی هر چیزی گفتیم همش عقیده برادر. یکی برای گپی که انسان شعورش کار کنه. اگر شعورناکیش کار نکنه همین انسان کو والله باور که کلتکچه پشکو نمیفهمه. اون چی میگن در قرآن دو گپ میگن میگه که لا یشعرون لا یعملون. بله شعور برای چی خداوند گفت که لعلکم تتفکرون فی الحیات دنیا و الاخره بعد آخرت. شما اول شاید میگه امیدواری است که همین دنیا را فکرش میکنه. کدام ما همین دنیا را فکرش میکنه؟ از نظر دین. این جهان با در سوالی است که کدام ما فکر دنیا را میکنیم. یکم بار در فکر زد که حدیث رسول الله هر کسی که در راه الله اگر جهد میدونین جهد چیه؟ کوشش نکنه و نیت کوشش در راه الله نکنه اگر مرد ای دنیا منافق میره. آبادی دنیا در چیز است؟ در جهد و کوشش ما و شما. اگر ما کلا اگر جهد و کوشش کنیم انشاءالله پیشرفت ما در سطح همین دنیا چی است؟ خودتون میفهمید شهر نیست که ما هر چیز باید نامبر کنیم جاش نیست کنیم چون که یک خیلیش هست من از جهتی گمانی من گوشاش چپر رسیدگی هتیجا و الله هدایت چون کدن همین باور که همین نماز جمعه میبرم کولی والله باور کنید از دست که همین بزار را بزار خونه دو سوزه بزدار همین میبرم با خودو در همین تلیفون های من جینگ 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 یک میبینی که تلیفون ها نبرداشون خونه رفتم میبینی از خونه چی میره خونه من و چی میده زنگ رو تا اگر خود درون من ایره نمیگم نه تاجیکستان داره همون تاجیکستان میبین همین جیگ 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 و میگم من یکم گپی خطا گفتم من یکم حیث نباشم یکم جمع من الحمدلله چیز خوندم اون قرآن سنت رسول الله گفته که ترکتم فیکم امرای من در بین شما دو امر مهم گذاشتم و همون امر مهم چی است؟ قرآن سنت است و من امروز که از همین قرآن شما را نگم از سنت رسول الله نگم برای آبادی دینم کوشش نکنم ایمان شما چی میبینید؟ همین رسول الله مرا گفته شما را نه یا در بین شما شاید اون تباشه همه دانشمند میگه که هر کسی که همین اگر دعوا کنه که من داننده اسلام هستم اگر عمل نکنه او رنگ زنبور بی اصل است اگر ما همین را نکنیم ما همون زنبور هستیم هجا که اما عمل نداریم اما پیشروی نمیکنیم همین برادرها
و یا که دیگه گفتنی باز همین قیمار برآمده است که در یوتیوب تاجیکو ماشین براق وای ماشین براق نه وای دوزخ براق برای خودشون دوزخ نمیبرن. باز از همه خواهش میکنم برادرها خشات باشه کسی باشه همین مسئولیت از رسانه برادرها این کار حرام است. باور کنید این کار مطلقاً حرام است. رسانه همون برادرایی که نکنن این کارو همون پولی که در همون میتن آتش دوزخ در خودشون میکنن. اون پوری هم او پوری نیستم او نه حال بینده حالی ما گپ بزنیم الحمدلله درباره همین اسلام همون چی میگیم. من هستم که شاخدارو و هم دوگی بیستن میگن که او بچه خواهینوی دولت گازه چی میگن ده؟ لیکن ما خواهی نیستیم. ما دلسوزی دولت و دلسوزی ملت هستیم. ما ملت هم میخوایم از آتش دوزخ ایست بیاریم همچنان که رسول الله این کار کرد. لیکن وقتی اون خواهینوی که همون خوریه قرآن آزاد کرده و پناه از سرت میمونه و قرآن و رسول الله گفتن که صلی الله علیه وسلم که قرآن یا به ضد تو است یا به منفعت تو است. ولی کدام وقت قرآن به منفعت تو میشه؟ خوری هستی. همون وقت به قرآن عمل کنی. بینه برای خوری و خداوند در سوره انفال میگه که یا ایها الذین آمنو ای کسانی که ایمان آورده خصوصا هم خوریایی که اهل ایمان میگیرن چونا میگه که لا تخون الله و رسول خیانت به الله و رسول نکنید. ابن کثیر تفسیر شبینه قرطبی را بینه دیگر تفسیرهای مراجعت کنه خیانت به الله کسی است که از امر الله سرپیچی میکنه. کسی که قمار میزنه والله من قسم یاد میکنم الله شاهده که او خیانتکار است در نزد الله. در نزد من خیانتکار باور کنید خیانتکار کسی که از گفته رسول الله که خداوند در سوره حشر آیت 8 خداوند میگه که و ما اتاکم الرسول فخذوه آن چیزی که پیامبر برای شما داده است پس بگیرید و ما نهاکم عنه فانتهوا از آن چیزی که شما را منع کرد شما باز ایستید. قمار در اسلام حکمش چی است؟ حرام است. کدام مسلمان جرأت میکنه میره قمار بازی میکنه؟ کدام مسلمانی که لا اله الا الله میگه طلبات همون لا اله الا الله همین است؟ طلبات لا اله الا الله است که شما نزدیک به همون قمار نشوید برادر. قمار حرام است. همین قماری که من همینو کشودگی است برادر بیام از ابن کثیر نشان تان میدم انا همین قمار جاهلیت زمان رسول الله است. در مکه انا همین گونه قمار بود. آنها فقط با واسطه گوشت اشتر میکردن. اینا امروز فریب دارن بیا پول جمع کنیم. من تلفن کردم من بدبخته ولی پولش هم بدبخت خدا زده. تلفن ماتم تو مردم چی گمراه کردی تو چی گپا؟ تو چیکار داری میگه؟ من تو چیکار دارم ادرسو ته؟ اسلام با دیگه امر داره علی. تو این مردم مسلمان در یک هفته 4 میلیون پول جمع میشه. 4 میلیون. ببینید 4 میلیون پول جمع میشه 4 میلیون پول در کار حرام. یعنی عقیده درستی تو. والله باور کن اگر ما همین پیشگیری نکنیم که ما جوابگری هستند. نترسه برادر و کیان یک نجسم. عقیده نجس دارم. یک عقیده نجسالو دارن که مردم برچی دعوت میکنن به قیمار. ترسیدن در کار نیست. او را بالای کنه بین آوردن در کار اینجا و شمشیر دو شاخه علی را گرفته راست کردن در دوره. انا وقت بعد باید میفهمن که اسلام اینقدر دین محبت داشته اینقدر دین آزادی داشته ما نفهمن خود میفهمن. لیکن ما بیچاره را فقط بگیم که نکنه همون قمار نکنه بازن میکنه. من باور کنم دیگه میترسم از همون تلویزیون همون یوتیوب هم اومدم. باور کنم میترسم. امر معروف باشه الحمدلله علمای خوب هستن گوش میکنی همین میدروی یا موگم باید یا دو جان شوانه اینا نامه تاجیکای مو میدروی باید یک گروپی لینوباتی ها شرط کرده هر شایطانو
همه را میتون داشتمون بالا بکنیم شما همه را میتون نه ما یارا برادر داشتم نمیتیم داشتم در اسلام اینو ما همین چیزا برادر مسلمان هستیم نه مسلمان ما همین چیزا باید از دولت امروزه طلب کنیم خب خودت میدونی اکنون دیگه چی جوی همین در قرآن آیت است که همین در آیت قرآن برادر در آیت قرآن است که ظالم و ظالمترش کی از ظالم و ظالمترش کسی است که در خانه خدا را برای عبادت ذکر الله محکم می‌کنه ما هم کسل شدیم همین کسل ها در تقدیر من بوده مسجد جای کسل شوی نی مسجد جای توزه است جای عبادت حضرت رسول الله بود در زمین از همه جای پاکیزه ترین مسجد است من به خدا مسجد میدرم والله باور کن خود من هم خود دیگه است هم بیرون میبرم کو تلخام میکفه تا که هر میبینید که یا تا چای ما پرده بخیر چون کنی دیگه یه جای بحث و مناظرهش نیست برادر اهل اسلام درست گفتن نه که از کسی که بزدل است بزدل بترسد ترس رو هستن بترسن ما صاحب چی شده نمیتونیم شده در تاجیکستان عبادت کرد برای چی مسجد نمیکنم برای چی مردست برای کی برای ما حق یک دل نیست که بترسه چقدر برادرها همین از من همین در همین موضوع رو نو گاو دادیم ما را دشمن رو پرفتن گفتن که او را پیاده میکنه او را بعد بینید ایش را پیاده نمیکنه ایش را بعد بینید بین یک دیگر جنگ داختن که در اونجا با من در اول همین موضوع بعد پیش نماز گفتم که دشمن های ما کیف و صفا دارن اما ما غلام و خدا باور کنید که من هر جمعه ما هر روز گام میزنم اگر همین در تقدیر من الله سوره یاسین خوانده من هم ملا بخونم پرگیرید از اون انا همون سوره یاسین دوی مبین خوانه سه مبین اونجا درباره یک چند پیامبر سخن میره ولی یکی همون چی گفت نامش چی بود آورا؟ حبیب نجار بود حبیب نجار چی گفت؟ گفت که ای مردم گفت آن چیزی که اگر الله برای من گفت مقرر کرده باشه گفت تمام جهان اگر برای من نجات دادن اگر پیش من بیان مرا نجات دادن نمیتونم و آن چیزی که الله برای من نیک داده است اگر تمام جهان جمع شود که ضرر میرسونه برای من ضرر رسونده نمیتونم وقتی که کشتن و مردکه این رضایی الله بود شهیدی همون انسان بود خداوند از قول همون حبیب نجار در قرآن خبر میده و چی گفت؟ گفت ای کاش که گفت قومی من میدونستن که من در چی راحت من کجا بود خداوند مرا بعد از مردم اگر قدری همون را گفت این خلق ما میدونست گفت مرا نمیکشتم این پیامبران را نمیکشتم گفت پیامبران را خبر میگن امروز پیامبر کشتن نیست امروز وارثان پیامبر کشی گذاشته وارثان پیامبر کیان علما ما را رسول الله میگه که بهترین امت شما را قرار دادن به خاطر چی آیت قرآن است آل عمران بهترین امت قرار داد به خاطر چی به خاطر که شما امر معروف و نهی از منکر حضرت رسول الله گفت دیده انسان های را که این صحیح مسلم یا در کتاب امام نووی ریاض الصالحین گفتن این حدیث هم همونجا از صحیح بخاری در کتاب وی میاره جمع آوری تعریف پیامبران میگه که آیا دیدید انسان ها را که در گردن چون زنجیر میبندند بعدا داخل جنت چون میکنند دیدید میگه میکنه انسان ها را مردم در تعجب موندن چه خیلی گفت در گردنشون زنجیر میکنن و بعدا داخل جنت چون میکنن حضرت رسول الله گفت که زنجیربندان امتی من کسانی هستند که در راه حق امر معروف و نهی از منکر میکنند آنها را به واسطه قرآن و سنت میفهمونند گفت تا آنها داخل جنت شون اما بعد بسیاری آنها نمیفهمند بسیاری آنها گفت که قبول نمیکنند این دعوتچی هستند گفت که در گردنشون گفت ریسما را میبندند میفهمونند آیت قرآن حدیث و دیگر را میکشند برادرها اکو گپ بسیار است و عمل کم است عمل کدن در اگر کسی عمل نمیکنه در نزد الله خود جمعه شما در میگم 60 آیت آمده از در قرآن یا ایها الذین آمنوا و عملوا الصالحات
ای کسانی که ایمان آورده بعدا عمل صالح کنید. عمل صالح چی است برادران؟ و خدا اگر یک کس من آواز من روی راست میگم تو اگر کسی بوز باشه میگه من برسونم. یعنی روی راست میگم اگر من یک برادر روز دعوت کنم بگم که یا اخی میگه کتی من بری اون جهد کوشش کنی مبارزه فهمیدم در معنی چی میگم. الحمدلله که انجام سه میتونم بخیزم میگم من تصمیم یا میرم جان فدا در راه الله جان فدایی میکنم برای آزادی مردم تاجیک من جان میتونم تیار هستم. لیکن گپ در چی است؟ اگر همه ما اگر همه خیلی باشیم گفت انشاءالله تعالی ما من اینجا آمده غلام نمیشیم ما زندگی خود ما نمیشیم. من الحمدلله پاکستان هم بودم دیدم افغانستان هم بودم دیدم طرفای با چند حالات بودیم دیدیم همه فقط من هم یک چیز احساس کردم که در بسیار منطقه ها میگوید که قرآن فقط برای مردن آمده باور کنید خصوصا در تاجیکای ما و شما قرآن هم بپیچونن بولشکا سال دیگه آمد و دین یک برادر مولود در ما مولود گفتنی نیست مسلمان مرده که مرد او رفت و محتاج دعای ما و شما خیلی گپ است که ما تقلید نصارا میکنیم یا اسلام. کسی که بعد از مردن شخص مرده را یعنی که مولود چه قید میکنه او از دین ایمان و از دین نصارا است. این امروز پرازنیک دارن دین هم داشتن امروز هم داشتن رجدیسوا میگن یعنی او سالانه یک طرف رجدیسوا یعنی روزی تولد عیسی را قید کردن این از ما نیست این از اهل نصارا است. برادرها هیچ چیزا در اسلام ما و شما نیست شیش کنگی باید نکنید. الهی آمین الحمدلله الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه اجمعین. دوام اتنیم خداوند رو همه همین برادرهایی که هستن ایمانشون رو مستحکم گردانند برای اهدنا الصراط المستقیم که در سوره فاتحه هست پروردگار رحمان راه راست را نصیب همه ما بگردانید و تمام اهل و عائله های ما و شما را خداوند و پروردگار را که رحمان و رحیم هستی تو باز قهار و جبار هستی خداوند و همه همون اهل عائله ما را مغفرت کن برای اهدنا الصراط المستقیم هدایت کن پدر و مادر ما را مغفرت گردان و کسانی که پیش از ما بودن پروردگار رو گذاشتن خطا داشتن گناه داشتن اونها هم مغفرت گردان جز تو کسی دیگر مغفرت کننده نیست پروردگار. خداوند دعا میکنم که تو مولای ما هستی بدون نصرت تو خداوند ما به ظالمان نصرت یافته نمیتونیم. الله ما دعا میکنیم که همین نصرت خداوند نصیب کنه ما اللهم صل علی محمد و علی محمد آمین یا رب العالمین.